سلام بیننده گرامی. امروز دوشنبه 20 ایول ساعت به وقت پراگ 10. حالا فرصت نشر سرخط خبرها فرا رسید. من میرزا نبی خالقزاد هستم. برنامه اخبار آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید آنجا ببینید. شرکت رنسانس کانستراکشن که پیمانکار ساختمان بینای بلند آشیانه مرکز لخت در شهر سنت پتربورگ است، قرض معاش مهاجران را پرداخت کرده است. روز 17 ایول حدود 50 مهاجر از آسیای میانه از جمله از تاجیکستان در نزد ساختمان این بنا گرد همایی کرده شعار معاش پول بهار را دهید ندا کردند. شرکت ترکی رنسانس کانستراکشن پیمانکار ساختمان بینای مرکز لخت در سنت پتربورگ است. این بنا با فرمایش گازپروم ساخته می شود. نشریه فانتانکا در شهر سنت پتربورگ از قبل نماینده شرکت رنسانس کانستراکشن نوشت که پس از این اعتراض شرکت معاش مهاجران را پرداخت کرده است. پس از اعتراض مهاجران، کنسول ازبکستان در سنت پتربورگ به محل حادثه حاضر شده با مسئولان شرکت نیز گفتگو داشته است. مهاجران کاری تاجیک که در این ساختمان کار میکنند به رادیو آزادی گفتند پس از حاضر شدن کنسول ازبکستان ماموران شرکت وعده دادند معاش پرداخت می شود. اعتراض در سنت پتربورگ در حالی است که مهاجران کاری در ولایت امور در ساختمان یکی از شاخه‌های این شرکت آشوب برداشته، بناهای معمولی و چند ماشین سبکرفت را تخریب کردند. سبب اعتراض آنها کم پرداخت شدن معاش بود. شرکت به اعتراضگران گفت که به آشوب خاتمه داده به کار برگردند معاششان پرداخت می شود. مقامات قزاقستان به شهروندان روسیه اجازه دادند که با ماشین‌های خود از تاجیکستان توسط این کشور به خانه‌هایشان برگردند. اکثر این درمانده‌ها شهروندان تاجیکستان هستند که شناسنامه روسی دارند. آنها در میانه‌های ماه ایون با ماشین‌های خود به نزد مرز تاجیکستان و ازبکستان رفته بودند. با آگهی وزارت امور خارجه تاجیکستان، مقامات روسیه در رابطه با شرایط ترانزیت با همتایان ازبک و قزاق خود سازش کردند. به اطلاع سامانه کنسولگری روسیه در شهر خوجان ارزش این گونه ترانزیت برای یک ماشین سبکرو $1500 است. ماشین ها را در بارکش ها و رانندگان و مسافران را با اتوبوس انتقال میدهند. توسط ازبکستان رانندگان می توانند با ماشین خود بر عوض پرداخت $40 و در همراهی کارمندان پلیس عبور کنند. بنا به گفته دیپلمات ها از این ترانزیت آنها رانندگان و مسافران می توانند استفاده کنند که شناسنامه خارجی روسیه را دارند. رقم ماشین هایشان نیز روسیه است. کنسولگری روسیه گفته است ارزش و ترتیب ترانزیت توسط ازبکستان و قزاقستان را نظارت نمی کند. شهروندان باید خود شرکت های حمل و نقل را انتخاب کنند. شهروندان درمانده پیشتر گفته بودند با وجود تشکیل پروازهای مخصوصی جانب روسیه برای انتقال شهروندانش به وطن، باز شدن راه زمینی را منتظر بودند، زیرا پول بلیط گران €400 است و همچنین برخی از آنها با ماشین هایشان هستند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نخواست نتیجه های یک پرسش را اعتراف کند که بر اساس آن نامزد دموکرات ها جو بایدن از او پیش گذشته است و آن را یک دروغ نامید. ترامپ در مصاحبه تلویزیونی با فاکس نیوز روز 19 ایول گفت من باید ببینم، بینید من باید ببینم. یک پرسشی ABC نیوز واشنگتن پست میگوید که میزان محبوبیت بایدن از ترامپ 15% بالاتر رفته است. ترامپ گفت که چندین پرسش افکار عموم که تا حال انجام شده بایدن را معروفتر از ترامپ نشان میدهد. تقلب است. ترامپ در مصاحبهش گفت پیش از همه من در حال مغلوب شوی نیستم، این همه پرسش های دروغین است. او افزود این پرسش ها سال 2016 یک دروغ بود و حالا هم از آن بیشتر دروغین است. پرسش ها سال 2016 از این بدتر بودند. در پاسخ به مصاحبه ترامپ نماینده تیم بایدن گفت سرنوشت انتخابات را مردم امریکا حل میکنند. حکومت ایالات متحده توانی از کاخ سفید بیرون کردن ویرانکارها را ندارد. اکتبر سال 2016 در مرحله نهایی رقابت‌های انتخاباتی در مقابل هیلاری کلینتون، ترامپ گفت اگر دموکرات‌ها انتخابات را بردند اون نتیجه‌های آوازده را اعتراف نمی‌کند. میزان محبوبیت ترامپ با سبب طرز برخورد با پاندمی کرونا ویروس و پیامدهای کشتار مرد سیاه‌پوست جورج فلوید روز 25 و اعتراضها از وجود نابرابری نژادی در جامعه ایالات متحده آمریکا پایین رفت. نظام دادگستری ایران گفت که حکم مرگ مردی را اجرا کردند که به ایالات متحده آمریکا و اسرائیل درباره فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاع داد و بر اساس آن کشته شد. وبسایت میزان روز 20 ایول گفت که حکم قتل محمود موسوی مجد
صبح روز دوشنبه به اجرا درآمد. این شخص برای جاسوسی که باعث خیانت به کشور شده است اعدام شد. ماه ایون مقامات ایرانی گفتند که موسوی مجد اطلاع درباره مکان بود و باش قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاهی پاسداران را به ایالات متحده و اسرائیل داد و بر اساس آن ماه ینور فرمانده در نزدیکی بغداد هدف درون آمریکایی قرار گرفت. نظام دادگستری ایران ماه ایون گفت که حکم موسوی مجد به زودی اجرا خواهد شد. ایران در پاسخ به کشتار سلیمانی یک پرتاب موشکی بالستیکی را انجام داد که در نتیجه آن 110 سرباز آمریکایی جراحت برداشتند. چند ساعت بعد از این ایرانی ها تصادفاً یک هواپیمای اوکراینی را که از فرودگاه تهران بلند شد اصابت کردند و در نتیجه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. و حالا چند خبری از تاجیکستان. رئیس کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده ضمن نشست مطبوعاتی اظهار نمود که تا آخر سال مسئله مربوط به شرکت ساختمان کامل 2010 حل و فصل می شود. رسانه ها در تاجیکستان قبلا نوشته بودند که این شرکت به نام سیاووش ظهوروف پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان ثبت نام شده است. کارها در این سمت جریان دارند، لیکن این کاری آسان نیست. مرافعه های سودی می شوند، لیکن طوری من گفتم تا آخر سال به این مسئله نقطه میگذاریم، قید کرد احمدزاده. احمدزاده اولی سال اظهار داشته بود که دادستانی شهر دوشنبه قانونی بودن ساختمان منزل را در قلمرو پایتخت از جانب شرکت کامل 2010 میسنجد. شرکت با عملهای غیرقانونی ضمن بنیاد منزل‌های بلند آشانه در پایتخت و شهر کولوب گمانبر دانسته می شود. کمبودی‌های اساسی در این افاده می‌یابند که کارهای ساختمان بدون گذشتن از تشخیص دولتی، اینچنین ساختن آشانه‌های علاوه‌ای بیرون از لایحه آغاز گردیدند. ما آنها را آگاه کردیم که اگر کمبودی‌ها در کوتاه‌ترین فرصت برطرف نشوند، شرکت از اجازه‌نامه‌اش محروم شده می‌تواند. خبر داده بود آن زمان احمدزاده. طبق مواد تحقیقاتی ژورنالیستی که سال گذشته در هفته‌نامه فرج نشر شد، شرکت کامل 2010 به نام ظهوروف سیاووش پسر سردار خدمات علاقه بیگ ظهوروف به قید گرفته شده است. وزارت معارف و علم میگوید درس دانشجویان و خوانندگان مکتب‌ها روز 17 اوگوست آغاز می شود. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف روز 17 ایول گفت روز دانش و آغاز تحصیل دانشجویان و خوانندگان مکتب‌ها یک ماه بعد روز 17 اوگوست تعیین شده است. تحصیل در دانشگاه‌ها و مکتب‌های تاجیکستان از روی ترتیب 1 سپتامبر آغاز می شود، اما وزیر معارف میگوید به خاطر آنکه دانشجویان و خوانندگان بروقتر به تعطیل غیر نوبتی رفته از جریان تحصیل دور شدن، 2 هفته اول دوره مطابق شوی را می‌گذرند. مقامات تاجیکستان از 27 اپریل امسال بعد از تنقیدهای زیاد مردم با هدف پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 خوانندگان مکتب‌ها را تا ماه اوگوست به تعطیل اجباری فرستاده بودند. و مسئولان مکتب‌ها دستور شد که بهای خوانش سالانه آنها را از روی بهای 341 تحصیل گذارند. سال جاری مکاتب تاجیکستان 162,000 خواننده صنف نو و بیش از 123,000 خواننده صنف 11 ختم کردند. در شهر دوشنبه کمبود گاز مایع و نوبت‌پایی رانندگان و مشتریان به نظر می‌رسد، چون بسیاری از ساکنان دوشنبه در بلند آشانه‌ها برای پخت و پز خوراک گاز مایع می‌خرند. چرا گاز مایع بر زمین گرانیش در فروشگاه کمچین شد؟ منتظر باشید، در برنامه اخبار برایتان در این باره گزارش خواهم داد. و یک خبر دیگر، امروز در ساعت 3 روز به وقت دوشنبه دادگاه عالی تاجیکستان نشست خبری دارد که در آن خبرنگارای ما با سوالهای تند و تیز شرکت دارند که از نتیجه ما شما را آگاه خواهیم کرد. بیننده ارجمند، ما هر لحظه و هر ساعت خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسنیک همراهی کنید. خدا نگهدار.